دست بکن. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت بینندگان گرامی تلویزیون حزب کمونیست ایران. خوش آمد میگم به مهمان ارجمند برنامه‌مون که امشب هم قبول زحمت فرمودن و در یکی دیگه از ویژه برنامه‌های که اختصاص دادیم به خیزش انقلابی مردم ایران مهمان ما هستن. امشب رو میخوایم در مورد اهمیت موضوع انقلاب و اصولا مفهوم انقلاب چیه و از دیدگاه مارکسیستی چه مفهومی میده این واژه، خصوصیاتش چیه و اصولا آیا امکان یک انقلاب سوسیالیستی در جامعه ایران وجود داره یا نه، این رو بیشتر مورد بحث و گفتگو قرار میدیم با رفیق مازیار رازی، سخنگوی گرایش مارکسیست های انقلابی. رفیق مازیار خوش آمد میگم به شما و حضورتون رو خیر مقدم عرض میکنم در این برنامه. منم درود میگم به شما و تمام بینندگان و شنوندگان محترم شما و تشکر از اینکه منو بار دیگه دعوت کردید. امیدوارم که بحث مفیدی داشته باشیم. حتما ما هم بسیار خرسندیم که شما رو مجددا میبینیم. پس سری میریم سر اصل موضوع. رفیق مازیار عزیز، میخوام از واژه انقلاب شروع کنم که واژه انقلاب به چه معناست؟ آیا با اصلاحاتی که مد نظر از یا رفرمی که عنوان میشه تفاوت داره و تفاوتش تا چه حدیه و اینکه اصولاً تعریف انقلاب تو گرایش‌های مختلف متفاوته. مثلا سرمایه‌داری تعریف‌های خاص خودش رو داره، اما اون چیزی که مد نظر ما از عنوان نیروهای چپ تعریف انقلاب از دیدگاه مارکسیستیه و خوشحال میشیم نظرات شما رو در این باره بشنویم. خواهش میکنم. بله، متاسفانه در میان خود اپوزیسیون چپ هم تفاوت‌هایی وجود داره، یعنی برداشت‌های مختلف سر مفهوم انقلاب وجود داره. انقلاب، من از نقطه نظر مارکس اول صحبت میکنم، بعد به تفصیل توضیح خواهم داد. انقلاب اصولاً وقتی مارکس صحبت از انقلاب میکنه، در تحلیل نهایی اون چشم اندازی که مد نظر داره یک انقلاب سوسیالیستی هستش و به عبارتی به این میگه انقلاب اجتماعی. یعنی ما در واقع خواهان این هستیم که پس از سرنگونی نظام سرمایه‌داری و از جمله رژیم سرمایه‌داری در داخل هر کشوری که هستیم، مشخصا در ایران، وارد یک دوران گذار میشیم. این بحث رو به تفصیل خود مارکس در نقد برنامه گوتا توضیح میده. یعنی چشم انداز انقلاب اجتماعی. انقلاب اجتماعی دوران گذار رو طی میکنه. گذار اقتصادی هستش، یعنی ما یک شبه به سوسیالیسم نمیرسیم، برخلاف بسیاری از کج‌فهمی هایی که بسیاری از این سازمان های موجود ارائه میدن که میان فردا مثلا سوسیالیسم رو در داخل ایران میسازن، اینا قول قرار مثلا میدن که سوسیالیسم هم میسازیم، که این کاملا متغایره با نظرات اساسی و بنیادین مارکس این بحث. بنابراین صحبت از دوران گذار اقتصادی میکنه و همچنین صحبت از گذار سیاسی میکنه. یعنی دو نوع گذار رو ما طی خواهیم کرد تا به مرحله‌ای میرسیم که در واقع آغاز به ساختن سوسیالیسم میکنیم. بعد یه مرحله بسیار عالی‌تر از این هم کمونیسم نام گرفته در میان سوسیال دموکرات‌های اون زمان. ولی به هر حال سوسیالیسم و کمونیسم فرق اساسی با هم ندارن. زمانی هستش که نیروهای مولده نه تنها در یک کشور که در سطح جهانی به درجه‌ای رسیده که ما رو در واقع در مقامی قرار میده که اصولاً طبقات و همچنین دولت رو از میان برداریم، کنار بذاریم. در واقع این آغاز تاریخ بشریت خواهد بود برای اینکه در رفاه و آسایش و آرامش زندگی کنیم. دوران سوسیالیسم که در سطح بین‌المللی باید رخ بده که تا این تحقق پیدا کنه در نهایت. بنابراین ما از نقطه نظر دوران گذاری رو طی می‌کنیم تحت رهبری مشخصی که دوران سیاسی رو تضمین میکنه. اونم
نامشو مارکس گذاشته دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا، نه دیکتاتوری پرولتاریا، دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا. دیکتاتوری هستش که مفهوم رایج دیکتاتوریا استبداد و غیره نیستش. در زمان مارکس وقتی او صحبت از دیکتاتوری میکنه منظورش حق وتوست، حق نظارت، حق کنترل بر یک جامعه است. صحبت از دیکتاتوری بورژوایی میکنه که این هم چنین وضعیتی داره، منتها منافع یک اقلیتی خاصی رو دفاع ازش میکنه. در درون پس از انقلاب سوسیالیستی و در درون جامعه ما هم دیکتاتوری انقلابی پرولتاریان، یعنی در واقع یک رژیمی که توسط توده ها پذیرفته شده، نماینده توده ها است، با آرای در واقع دموکراتیک توده ها آغاز به فعالیت میکنه، اما وجه تولید رو تغییر میده و به تدریج به اون سوی به اصطلاح چشمانداز یعنی انقلاب سوسیالیستی نهایتا میبره. حالا در میان این به اصطلاح نیروهای مختلف این کج فهمی وجود داره که اصولا مفهوم انقلاب رو کاملا متغایر با بحثای مارکس مطرح میکنن. میگن مثلا میریم انقلاب سوسیالیستی رو از امروز انجام میدیم یا سوسیالیسم رو میسازیم، اصولا که اینا در واقع متغایر با بحثای اساسی مارکس. خب این به طور عمومی تحلیل مارکس از این ماجرا هستش. پس بنابراین ما وقتی صحبت از انقلاب میکنیم از یک انقلاب سیاسی صحبت میکنیم، یعنی تسخیر قدرت، و پس از اون از یک انقلاب اجتماعی صحبت میکنیم. این دو مفهوم از انقلاب، یکی سیاسی یکی اجتماعی، در پی هم میاد. اگر انقلاب سیاسی صورت نگیره، اگر تسخیر قدرت صورت نگیره و کل نظام سرمایه‌داری از هم نپاشه، به سوسیالیسم هرگز نخواهیم رسید. یعنی دوران انقلاب اجتماعی رو طی نخواهیم کرد. لازمه طی کردن انقلاب اجتماعی انقلاب سیاسی است در وهله نخست. برای همین هستش که ما خواهان سرنگونی کل نظام سرمایه‌داری هستیم تا آغاز کنیم به اصطلاح انقلاب اجتماعی رو در جامعه. اما در اینجا هم یک نکته دیگه هم در واقع باید مطرح بشه و اون هم این هستش که انقلاب ها اصولاً به شکل خودجوش به شرایطی که مثلا میلیون ها نفر به خیابان ها اومدن مثل امروز در داخل جامعه ایران، و یا به شکلی که مثلا تظاهرات خیابانی هر گسترده تر بشه، یک رژیم ساقط میشه و غیره، صورت نمیگیره متاسفانه. یعنی در واقع برای تحقق سرنگونی نظام سرمایه‌داری توسط اردوی کار به رهبری طبقه کارگر و در مرکز اون شوراهای کارگری نیاز به یک سلسله تدارکات هست، نیاز به یک ستاد رهبری هستش. این ستاد رهبری در حین انقلاب صورت نمیگیره، از پیش باید تدارکاتش رو ببینیم. ما یک تجربه تاریخی غنی داریم، اولین و تنها انقلاب پیروزمند در جهان انقلاب اکتبر 1917. در اونجا مشخصاً لنین یکی از کسانی بود از 1905 در واقع گسست کرد از منشویک‌ها که صحبت از این میکردن همه با هم و در حزب باز باشه و همه بیان و همه تودا به تدریج خودشون به آگاهی سرنگونی میرسن. گفت خیر، این چنین اتفاق نمیفته، چون اول اون حزب تشکیلاتی که ما الان داریم اون زمان خودش از اعضای حزب سوسیال دموکرات بود و از مثلا کسانی بود که خیلی نزدیک بود به پلاخانوف و تمام مثلا رهبران سوسیال دموکراسی و از دوستانش بودن، ولی مخالفت کرد. گفت این چنین ما نمیرسیم به تدارک انقلاب. تدارک انقلاب به طور عمومی نمیتونه صورت بگیره. یک حزب اخصی نیاز هستش در جامعه. پیشروترین، ورزیده‌ترین، جسورترین افراد در جامعه اینها متشکل میشن در درون یک حزب مخفی از نقطه نظر این که خودشونو در واقع مراقبت که اونن در دورانی که تزارم مثل همین رژیم کنونی، یعنی سرکوبگر بود، اعدام میکرد و بسیاری از نیروها را از میان برداشت. بنابراین ما باید در واقع یک تشکیلاتی ایجاد کنیم که این تشکیلات مصمم باشه و مخفی باشه و تعداد معدود، یک عده خاصی این کارو بکنن. در اینجا یک نکته دیگه هم لنین اضافه کرد و به مورد اجرا قرار داد و اونم این بود
که این تشکیلات صرفا یه تشکیلات روشنفکران نیستش که میشنن در اتاقهای در بسته یک برنامه تدوین میکنن و فکر میکنن که با طرح این برنامه توده ها و کارگرها بسیج میشن، میان نهایتا میپیوندن به حزبشون. چنین مطلقا نیستش. یعنی در واقع این حزب، این اعضای این حزب باید در کنار توده ها باشن. صحبت از این میکنه، نقل قولهای زیادی ازش هست، خطاب به اعضای خودشون زمان میگفت رفقا در هسته هایی که شما میسازید، هسته های تدارکات انقلاب، شما که مخفی هم باشه، شما باید در ازای 2 روشنفکر 8 کارگر داشته باشید. یعنی این تلفیق و پیوند خیلی مهمه بین روشنفکرای انقلابی مارکسیستا و توده ها و پیشتازان کارگری رو تاکید میکنه. خب این نظره رو ما یه مقداری تکامل داریم به این منوال با مشاهده شرایط ویژه ایران که ما الان پیشتازان کارگری داریم. در واقع این تلفیق رو به این شکل ما فرموله کردیم که در میان روشنفکرها ما به دنبال کسانی هستیم که به اونا میگیم روشنفکر کارگر، یعنی روشنفکرایی که جهتگیری کارگری دارن، خواهان تشکیل حزب بلشویکی از پایین هستن نه از بالا. روشنفکرایی که از دنیای مجازی خودشون رها میکنن هر چند وقت باید برن در میان کارگرها کمیته های کارگری بسازن، همراه با اونا تعاونیا بسازن، کمک رسانی بکنن به خانواده های اعتصاب کنندگان. به این شکل ارتباط تنگاتنگ ایجاد میشه، به این شکل اعتماد متقابل به وجود میاد بین روشنفکر کارگرها و کارگرایی که به اونا ما میگیم کارگر روشنفکر. یعنی هر کارگری نیستن. الان دیدیم دیگه مثلا سخنرانی‌های بعضی از این کارگران مثل اسماعیل بخشی یا قبلا زنده یاد شاهرخ زمانی مقاله مینوشت، کتاب مینوشت، بحث میکرد و این هم همینطور سخنرانی‌های بسیار خوبی هستن، از آگاهی سیاسی بالایی برخوردار هستن، یک بخشی از جامعه به این درجه میرسن. بنابراین تلفیق این دو، تلفیق کارگر روشنفکرها و روشنفکر کارگرها هستش که بنیادهای اولیه این تشکیلاتی قرار در واقع تدارک انقلاب ببینه رو میتونه انجام بده. در غیر این صورت عملی نیست. احزاب از بالا ساخته میشن، بسیارم افراد جسوری درشون هست، بسیاری از خودگذشتگی انجام میدن، مسلحانه عمل میکنن. در انقلاب سابق هم دیدیم قبل از دوران شاه که شریکای فداخک کم جسارت به خرج ندادن، یعنی کاملا مصمم بودن، از خود گذشته بودن، فعالیت میکردن. اما نکته اصلی که انجام ندادن که برخلاف نظرات بلشویکی بود اینی که نرفتن در میان پیشتازان کارگری برای دوره‌ای کار بکنن، رفتن به دوره به اصطلاح دنبال یک سلسله پروژه های دیگه، پروژه های مثلا روشن کردن موتور کوچک، بعد توده ها آماده نیستن، ما روشن میکنیم یه موتوری رو، بعد موتور بزرگ به دنبال خواهد اومد. چنین اتفاقی نیفتاد در داخل ایران، معکوس شد. یعنی در واقع موتور بزرگ به حرکت در اومد، موتور کوچک اون سازمان ها و اون تشکیلات و اون افراد برجسته مارکسیست ما غایب بودن، در میان کارگرها کار نکرده بودن، رفته بودن دنبال یه ماجرای دیگه. حالا اون ماجرا بسیار قهرآمیز بود و مثبت بود و خیلی قوت قلب داد به یه عده‌ای، مثلا یه فرمانده ژنرال ارتشی یا غیره کشته شد، ولی اینا همه خودشون کشته شدن. و در میان توده های خیلی وسیع، مثلا در میان اعتصابات شرکت نفت، کارگران شرکت نفت، کارگران صنایع بزرگ، عنصر رهبری غایب بود. یعنی این روشنفکر کارگران نبودن در اونجا و در شرایطی که یک انقلاب سوسیالیستی واقعا میتونست انقلاب سوسیالیستی در ایران به پیروزی برسه، شاه با این عظمت، با این ارتباط تنگاتنگ با امپریالیسم در عرض 2 ماه در واقع کاملا فرو پاشید از هم و امپریالیسم هم هیچ کاری نمیتونست در این مورد بکنه. رفت جایگزینش به یه جایگزینی از بخشی از همین هیئت حاکم سابق و آخوندا رو پیدا کرد، خمینی رو داره دسته رو که معامله کردن، اون رو به جای این آوردن چون جلوگیری کنن از انقلاب سوسیالیستی. در غیاب رهبری کارگری در اون زمان کارگرها نهایتاً دنبال روی خمینی شدن. این یعنی در واقع علت اصلی شکست انقلاب پیشین بود.
به این ترتیب شد که ما فاقد رهبری در جنبش کارگری بودیم. اون کارهایی که لنین و بولشویکا کردن نکرده بودیم. در نتیجه رهبری افتاد دست یه جریان ارتجاعی و این 44 سال تجربه و چوب این به اصطلاح اشتباهاتمون رو خوردیم. بنابراین مسئله امروز دقیقاً مسئله رهبری هستش، بودن رهبری در میان خود پیشتازان کارگری، ایجاد یک ستاد رهبری. حالا ما میتونیم بحث بکنیم در قیاب این چه کارایی میشه کرد. در اون موردم یه سری توضیحات من مطرح میکنم که به بحث بذاریم. بسیار سپاسگزارم رفیق مازیار. به خاطر اینکه این تجربه مجددا تکرار نشه، الان ما تو همین اعتراضات اخیر 3 ماه گذشته هسته‌های مختلف داریم. برنامه پیش هم در موردش صحبت کردیم، از حالا اسمشو کمیته محلات بذاریم، هسته‌های محلات بذاریم، شورای محلات بذاریم، فعال هستن، اینا دارن کار میکنن، بیانیه میدن بیرون، نفوذ دارن و مخفیانه هم دارن کار خودشونو به پیش میبرن با موفقیت. این پیشتازانی که شما میگید چه جوری میتونن برن داخل این هسته ها؟ قطعا در میان کارخانجات و کارگران کارخانجات، معادن و بخشای دیگه هم همچین هسته هایی وجود داره. ما میبینیم مثلا بعضی وقتا، حتی ما چند وقت پیش بیانیه هایی داشتیم از نیروگاه قلیان سنندج که مشخص نبود، اسمی نوشته نشده بود، اما بیانیه جمعی بود از طرف کارگرای اونجا بیرون می اومد. چجوری میشه این ارتباط رو حفظ کرد که این تجربه تلخی که شما میگید مانع شد که این انقلاب سوسیالیستی به وقوع بپیونده یا پای ریزی بشه، اینا نگذاشت؟ اینا باید چی کار بکنن؟ بسیار خب، ما فقط تجربه خودمون رو در واقع اطلاع میدم که به هر حال یه سلسله کارهایی کردیم در طی 1 دهه گذشته و اونم مرتبط بود به حضور خود رفیق شاهرخ زمانی که در کمیته اقدام کارگری یک سلسله فعالیت‌هایی کردیم. روش به اصطلاح دخالتگری به این ترتیب بود که حالا متاسفانه رفیق شاهرخ زمانی رو کشتن و در زندان و همچنین نتونست تداوم ببخشه به این، ولی یکی از پیشنهادات مشخص رفیق شاهرخ زمانی در زندان در واقع بر اساس تجربه عینیش در داخل جنبش کارگری، شاهرخ زمانی در واقع باید توجه بکنید که در جوانی عضو یکی از این احزاب بود، عضو راه کارگر بود. یکی از کارهایی که در واقع کرد گسست کرد از سازمان و احزابی که از بالا دستورالعمل میخوان صادر کنن و خودشون رو قیم توده ها مطرح میکنن که این گفت عملی نیستش. ما باید از پایین بسازیم. یکی از پیشنهادات اخصی که مطرح میکرد که صداش ضبط شده از زندانم هنوز داریم، در دنیای مجازی هم اعلام کردیم پس از مرگش، این بود که یک نشریه سراسری مخفی باید داشته باشیم در داخل ایران. نشریه در واقع یکی از ابزاری بود که خود حزب بولشویک به این ترتیب عمل کرد. لنین صحبت از این نشریه سراسری کرد به عنوان سازمانده. در واقع نشریه سازماندهی میکنه هسته های مختلف. حالا این هسته ها، من کمیته هایی که اشاره کردی اینا البته خب برجسته هستن، رفقا زحمت میکشن، در اون تردیدی نیستش، حتی هزینه هایی پرداخته شده من دنبال کردم، اما هسته های اصطلاح کارگر، روشنفکر کارگران در واقع اصولا یه هدف دیگه رو دنبال میکنن و اونم پیوند با پیشتازان. پیوند با پیشتازان کار ساده ای نیستش، چون اعتماد متقابل وجود نداره. کارگرها روشنفکرها رو یه افرادی که پای دنیای مجازی نشستن و بحثو میکنن، نشریه تئوریک در میارن و غیره میبینند، و همچنین برعکس روشنفکرایی که به هر حال به خصوص جوانانی که ما تو این دوره مشاهده کردیم مثلا قبول ندارن کارگرا رو، فکر میکنن که به هر حال خودشون از طریق تئوری هایی که تکوین میدن، مقالاتی که میخونن، پولیمیک هایی که میکنن تأثیر میذارن رو کارگرا باید به شکلی بیان بپیوند به این افرادی که این مثلا نظرات بسیار عالی رو مطرح میکنن. در مورد سازمان‌های سیاسی هم متاسفانه چنین رخ داد. یعنی در واقع عمدتاً مقصر تمام این اتفاقاتی که افتاد خود شخص منصور حکمت بود که این در واقع شروع کرد به یک سلسله
ماجراجویی در واقع احزاب بزرگ ساختن و حزب کمونیست ایران و بعد حزب کمونیست کارگری سوسیالیستی و نمام انواع اقسام احزاب موجودی که حال هر کدومشون چندین انشعاب کردن که نتونست در واقع اینها در واقع در یک مجموعه باقی بمونن، نشون داد که اصولا این راهش نیستش. راه ساختن از بالا در واقع عمل نمیکنه، باید از پایین ساخته بشه. پایین هم هسته هایی باید شکل بگیرن که هسته ها کارشون کار دخالتگری در میان کارگرها هستن. کارگرها روشنفکرا رو میپذیرند، خیلی موارد ما مشاهد بودیم، به شرطی که قبول کنن روشنفکرا در میانشون هستن. مثلا بسیاری از روشنفکرایی بودن که مثلا سپیده قلیان مثلا فرض کنید، نه مارکسیست نه انقلابی نه کمونیست و غیره، در کنار توده ها بود، در میان کارگرای هفت تپه قرار گرفت و به دلیل حمایت از کارگران هفت تپه به زندان رفت. و این در واقع حالا نه اینکه ما همه میخوایم زندان بریم که نشون بدیم، ولی در کنار توده ها بودن این مزایا رو داره که اونها میپذیرن در واقع این مثلا ارتباط پیوند مثلا متقابل صورت میگیره به شکل طبیعی، به شرطی که تمام همه ما در واقع به جای اینکه بشینیم در برنامه‌های مختلف روزنامه‌هامون و رادیو تلویزیون دستورالعمل صادر کنیم، بیانیه صادر کنیم، اطلاعیه صادر کنیم، هیچ کم در عمل کاری به اونها نخواهد داشت. ما در واقع راهش در واقع این هسته هایی که میسازن، هسته چند نفری افراد غیر قابل اعتماد به هم دیگه، اینا شروع به یه سری اقدامات میکنن، اقدامات در راستای این پیوند. این اقدامات در برخی از موارد صورت گرفته. امروز هم ما مشاهده کردیم مثلا در خوزستان الان هسته سوسیالیستی ایجاد شده برای اولین بار که دخالتگری داره میکنه. در جاهای دیگه هم همینطور اینا دخالتگری میکنن و مداخله میکنن تو جنبش کارگری و غیره، بخشن خودشون از کارگرها هستن در واقع این کار میکنن. خب این در واقع اتحاد عملی صورت میگیره میان این هسته های مختلف، اما این هسته ها در واقع از کانال یک نشریه سراسری مخفی که به هر حال در اونجا میتونن کمک بگیرن از کسانی که خارج از کشور هستن به دلیل مسائل امنیتی، که این هماهنگی رو انجام بدن، نظرات خودشون منعکس میشه اونجا، شیوه مبارزات در واقع اونجا خودشون مطرح میکنن، اون منعکس میشه، هماهنگی ها میتونه منعکس بشه. اون کاری که روشنفکران میتونن بکنن مثلا انتقال تجارب تاریخی و بین المللی طبقه کارگر با اونها هستش که اونها معمولا میپذیرن، اگرم نپذیرفتن اشکالی نداره، از اشتباه خودشون میآموزن. بنابراین مسئله‌ای که هستش یعنی در وهله نخست هر حزب و تشکیلات موجود، یعنی ما هم به هر حال یکی از جریانات چپ هستیم، میتونستیم بریم حزبمون سالهای پیش بسازیم، برنامه تلویزیونی هم داشتیم، هم نشری هم داریم، مسائل تئوریک هم صدها برابر خیلی از احزاب موجود اعلام کردیم، نرفتیم در واقع حزب به جای طبقه کارگر بسازیم، رفتیم با اونها داریم همکاری میکنیم در راستای تحقق انقلاب که قدرت به دست اونا برسه. بنابراین این مسئله مهم هست. حالا این همین موضوع هم ما یک اصطلاح بحثی تئوریک و نظری در تکامل تجارب انقلاب اکتبر ارائه دادیم و اونم اینه که اینو میخوام رفقا توجه بهش بکنن که این مسئله به این گونه عملی خواهد شد. یعنی ما صحبت کردیم که انقلاب سیاسی وقتی رخ داد طبقه کارگر به قدرت میرسه. منتها این انقلاب سوسیالیستی که ما نام بردیم، اول انقلاب سیاسی بعد انقلاب اجتماعی که دوران گذار هست، یک دوران متفاوتی هست با تدارک انقلاب. پس بنابراین قبل از اون ما یک دوران تدارکاتی داریم. این دوران تدارکاتی نیاز به تشکیلات و حزب داره. این حزب باید حزب تلفیق شده بین اون دو نظریه، دو مثلا روشنفکر کارگرها و کارگر روشنفکرها باشن و راهش هم روشنه. بولشویک‌ها انجام دادن، ما میتونیم انجام، ما در 12 سال گذشته کم و بیش انجام دادیم، اینو هزینه خیلی خیلی قلیلی هم پرداخت کردیم، یعنی میشه دوام آورد در شرایط اختناق، اما دخالتگری کرد و این در واقع با کمیته ها و غیره مقدار متفاوته. یعنی کار این رفقا این میشه، اینطوری نیستش که کمیته ها مثلا یک حزبی بالا سر هست یه سری دستورالعمل صادر میکنه و میرن اونو اجرا میکنه، نه، اینا میرن خودشون بر اساس تجارب عینی در میان کارگرا
خط سیاسی رو تدوین میکنن و اگر هم کمکی لازم داشتن از روشنفکرایی که بهشون اعتماد دارن میگیرن. بنابراین مسئله‌ای که اینجا مطرح میشه اینه که در این به اصطلاح دوره تدارکات این تشکیلات باید به وجود بیاد. حالا مسئله مهم، اون مسئله‌ای که باید توجه بهشون بکنیم اینه که پس از این که تسخیر قدرت صورت گرفت، یعنی شوراهای کارگری به قدرت رسیدند که این تمام همه مثلا این حزب این خواهد بود که شوراهای کارگری به قدرت برسن. این حزب دیگه کاری نیست، این حزب باید خودش رو منحل بکنه، این حزب باید بسپره قدرت رو به شوراهای کارگری. این تفاوت اصلی هستش که ما در میان بولشویک‌ها دیدیم. دقیقاً همین اتفاق افتاد. چیزی که من دارم میگم برخی ممکنه باور نکنن و چون انقدر شنیده شده که لنین اومد و دیکتاتور بود و همه کارا رو امور رو دستش گرفت و نمیدونم بقیه همه رو کنار زد و اینا تمام مبتذلاتی که آنارشیستا راه انداختن و جریانات راست سوسیال دموکرات و سلطنت طلب و غیره این بحث میکنن. دقیقاً در انقلاب اکتبر چنین رخ داد. یعنی حزب بولشویک که تدارک انقلاب دید، آرای جمعی توده ها، اکثریت آرا چیزی در حدود 200,000 نفر در شورای کارگری رأی دادن به همین رهبران این حزب بولشویک. ولی وقتی شوراها به قدرت رسیدن در بسیاری از موارد، الان من یکی یکی میتونم از لحاظ تاریخی بشمرم مواردش چی بوده، نظر لنین در اقلیت قرار گرفت و شوراها برنده شدن، اون نظر اجرا کردن. مثلا در مورد مجلس مؤسسان پس از انقلاب 1919 این مجلس مؤسسان گفتن اعلام بکنیم، چون قبل از انقلاب خود بولشویک‌ها اینو مرتب مطرح میکردن. لنین گفت مخالف این مجلس مؤسسانه. دلیلش هم روشن بود، درستم میگفت. دلیلش این بود که اون زمانی که ما در واقع مجلس مؤسسان تشکیل دادیم دوران قبل از کرنسکی بود و اکثریت توده های کارگری دست منشویکا بود. الان فرق کرده، الان با بولشویکا در اکثریت هستن، نمیتونیم همون مجلس مؤسسان رو احیا بکنیم. شورای کارگری رأی دادن خلاف نظر لنین و مجلس مؤسسان تشکیل شد برخلاف نظر لنین. اقلیت بود، نرفت اونجا کودتا بکنه یا دستورالعمل صادر بکنه. مجلس مؤسسان تشکیل شد و نشون داده شد در عمل که بحث لنین درست بود. یعنی منشویک‌ها اومدن گفتن قدرت به شوراها چیز مزخرفی، یعنی میذاریم کنار، قدرت به مجلس مؤسسان. مجلس مؤسسانی که خودشون در اکثریت بودن با آرای قبل از انقلاب به اصطلاح اکتبر. بنابراین مسئله‌ای که پیش اومد درش بستن چون اصلا بی‌معنا بود. حالا میتونستن درش نبندن و یک فرمول‌های دیگه اجرا کنن، ولی خب درش بسته شد. اینجا بحثم سری اینه که لنین در اقلیت قرار گرفت. در مورد معاهده صلح برست-لیتوفسک با آلمان، حمله نظامی که از آلمان یک سلسله مذاکرات صورت گرفت، لنین بحثش این بود که میریم صلح میکنیم با اینا چون الان در موقعیتی نیستیم بجنگیم. شوراهای کارگری رأی دادن نخیر، ما میریم میجنگیم، کل آلمان هم از میان برمیداریم. خب رفتن این کاری کردن، شکست خوردن. سال بعدش تمام با یه مزایای بیشتر مجبور شدن صلح قبول کنن. یه فرمول نجنگ در صلح مطرح شد که نمایندهشون تروتسکی بود اونجا. بنابراین در بسیاری از موارد لنین در اقلیت قرار گرفت و حزب بولشویکی دیگه وجود نداشت. الان اخبار به اصطلاح از لحاظ تاریخی من دنبال کردم دقیقاً بعد از انقلاب چی شد در روسیه برخلاف این به اصطلاح نظرات آنارشیستا و جریانات راست. اصولاً دیگه نبود حزب، یعنی در واقع ساختمونی داشتن که مرکزشون بود، میگفتن 2-3 نفر اونجا فقط هستن و میز و صندلی ها مونده. اصولا منحل شد. چرا؟ چون اصولا حزب ادغام شد در شوراهای کارگری با آرای اکثریت کارگران و همچنین ادغام شد در دولتی که تشکیل شده بود باز با آرای و رأیگیری خود شوراهای کارگری. بنابراین دلیلی هم که شورای کارگری بولشویک‌ها رو بهشون رأی دادن، اعتماد کردن، اینه که 15-20 سال پیش از این بولشویک‌ها رو در کنار خودشون دیده بودن با همین روشی که من ذکر کردم. اینا رو میشناختن، از خودشون بود، از کارگرایی بودن که از رهبران بودن مثلا اونجا، ولی خب هیچکی نمیدونست اینا از رهبران در اعضای حزب بولشویک و رهبران حزب بولشویک هم هستن. اینا رو شناخته بودن. برای همین این اعتماد سازی مهمه و پس از انقلاب در واقع وقتی شوراها به قدرت رسیدن این حزب باید بره کنار. به عبارت دیگه
حزب برای تدارک انقلاب سازمان پیدا میکنه، قدرت به دست شوراها قرار خواهد گرفت و این شوخی و تعارف و اینا نیستش که از حالا مثلا ما بگیم بله قدرت به شوراها. مفهوم این که میگیم قدرت به شوراها یعنی انحلال حزب پس از انقلاب. اینو رفقا باید بپذیرن، کسانی که احزاب سیاسی بزرگ ساختن باید این موضوع رو به این ترتیب ببینن. اما نظر رایج اینه که حزب ما میسازیم، توده ها میان به ما میپیوندن، ما انقلاب میکنیم به اتکا به نیروی توده، قدرت سیاسی رو این حزب میگیره دستش. این نادرسته، این در واقع عملی نیست. اولا ثانیاً پیشتازان کارگری اینو نمیپذیرن و از طرف دیگه از لحاظ تئوریک هم درست نیست. وقتی مارکس بیا صحبت میکنه که سرنوشت توده ها باید به دست خودشون رقم بخوره، وقتی لنین صحبت میکنه تمام قدرت به شوراها، مفهومش اینه که شوراها واقعا باید به قدرت برسن. بله ممکنه اشتباهاتی بکنن، خب میکنن. در واقع ما اگر یه مقایسه کنیم به دولت‌های سرمایه‌داری اینجا، دولت‌های بزرگ سرمایه‌داری مثل آمریکا، انگلستان، اینا کسانی نیستن کسی که اون بالا نشسته الزاما تمام کارا رو که نمیکنه. اینها یه مثلا مراکزی به نام تینک تانک دارن، یعنی در واقع اتاقای تفکر، کسانی هستن کار میکنن واسه اینا، در اختیار تحلیل‌ها و تحقیقاتشون رو در اختیار دولت سرمایه‌داری قرار میگیره. اون دولت خب تعیین میکنه چه کاری بکنه چه نکنه. حالا روشنفکرای انقلابی پس از اینکه شوراها به قدرت رسیدن چنین نقشی رو میتونن ایفا بکنن، یعنی در واقع در خدمت شوراهای کارگری باید قرار بگیرن، بهشون توصیه‌ها بکنن، تجربه دارن، دانشمندانی هستن، کاراشون میکنن، میذارن در تحلیل نهایی، اما شوراها باید تصمیم نهایی رو بگیرن. اگر ما این موضوع رو در واقع تبلیغ بکنیم و بهش باور داشته باشیم، میبینیم راههایی باز میشه که طبقه کارگر به ما اعتماد خواهد کرد و ما رو از آن خودش خواهد دونست، چون میدونه ما برای حکومت کردن بر طبقه کارگر پس از انقلاب نیومدیم، ما اومدیم در واقع اینا رو به حاکمیت برسونیم و در کارمون کار تسریع کردن انقلاب هستش و تبلیغ کردن در این راستا هست و این تفاوت باید کاملا لمس بشه و مورد اجرا قرار بگیره. رفیق مزیار بسیار سپاسگزارم. در میان بحث‌های شما اشاره کردید به اینکه ابتدا باید قدرت سیاسی رو در دست گرفت. ما خیلی جاها میشنویم که پیش از این انقلاب سیاسی که صورت بگیره، مثلا بعضی از متفکرین چپ مثل مارکس و وبر اینام عموما در این رابطه نظریاتی دارن که میگن اون انقلاب اجتماعی یا فرهنگی پیش زمینشه، یعنی اول باید اون فراهم بشه، ذهنها اول باید آماده باشه. تا چه حد با این نظر موافقید؟ بله این بحث در واقع بحثیه که مارکس در همین نقد برنامه گوتام انجام میده. یعنی در واقع ما یک دورانی هستش، دوران انتقال. این دوران انتقال خیلی حساس هستش، یعنی در واقع اتفاقی که میفته، مارکس صحبت از این میکنه که بچه تولید به طور عمومی به 4 بخش تبدیل شده. بخش تولید به طور اخص از تولید به اصطلاح منابع صنعتی و غیره، بخش توزیع هست، توزیع اینها در واقع و همچنین ردبندی ها و غیره که شامل مثلا بخش‌های مختلفی از جامعه میشه که درگیر میشن، و وجه مبادله هستش و وجه مصرف. این 4 وجه در واقع وجه تولید رو شکل میده. حالا مارکس بحثی که میکنه اونجا در برنامه گوتام میگه بلافاصله پس از تسخیر قدرت ما در واقع وجه تولید و سرمایه‌دارانه سوسیالیستی میکنیم، از این نقطه نظر که وارد اون دوران گذار و تبادل به اصطلاح تحقق سوسیالیسم میشیم به تدریج، ولی وجه توزیع به دلیل نبود شرایط عینی قبلی وجه توزیع بورژوایی باقی میمونه. به این ترتیب که یک تلفیقی هستش جامعه از این دوران گذاری که هر روز یه اتفاقی میفته دیگه. قدرت در دست شورا هستش، منتها این عناصر در واقع در کنار هم ادغام میشن، یعنی در واقع در یه شرایطی که انگیزه در واقع اصلی جامعه سرمایه‌داری که خیلی هم مینازه بهش، میگه انگیزه ما انگیزه سوده در جامعه، هر کی بیشتر کار کنه بیشتر پول در میاره، خونه میخره و غیره، که اینا مبتذلاتیه که در عمل همچین اتفاقی هم نمیفته، ولی فرض کن در برخی از موارد یه قلیلی اتفاق میفته.
اما در مورد سوسیالیسم انگیزه‌ای که ما مطرح می‌کنیم انگیزه کاهش کاره. این مسئله اساسی، فرق اساسی بین بوروکرات‌ها و همچنین بوروکرات‌های دوران استالین و غیره، کسانی که اومدن مثل مائو و غیره هستش، با به اصطلاح برخورد مارکسیستی. به این ترتیب که ما بلافاصله نمیتونیم سوسیالیسم بسازیم. یه دوران گذار که طی شد، این در این دوران گذار انگیزه ما این باشه که در واقع افراد خود مدیریت رو بیاموزن، یعنی در واقع کارگرها از حالت کنترل کارگری خارج بشن به مثلا مدیریت کارگری. این طول میکشه، این یه روزه اتفاق نمیتونه بیفته. مثلا فرض کنید فردا در انقلاب سوسیالیستی، انقلاب کارگری سوسیالیستی پیروز بشه، خب ما طبقه کارگر مثلا از کارخونه های که روز 800-10 کار کنن نمیتونیم بیاریم مثلا مسائل اتمی رو حل بکنه. خب این امکان پذیر نیستش. یه بخشی از جامعه هنوز ما باید به اصطلاح دستمزدهای بالاتر بدیم به افراد بمونن، به اصطلاح گریز از مقصای گریز از قانون رخ نده، ترک نکنن مملکت رو. باید در واقع به اینا کار داد، همون حقوقایی که الان میگیرن به این افراد باید داده بشه. بنابراین این بخش توزیع به اصطلاح، این قسمت توزیع که صحبت میکنه مارکس، مسئله بورژوایی باقی میمونه، یعنی به این ترتیب که ما هنوز تفاوتی در دستمزدها خواهیم داشت برای این دوره، تا اینکه یه دورانی که تقلیل پیدا کنه کاهش کار. ما تمام هدفمون باشه که کارگر کمتر کار کنه. وقتی کمتر کار کرد میپردازه به فرهنگ، میاد مطالعه میکنه، مثل روشنفکران وقت داره بره ورزش بکنه. به این ترتیب در واقع خودشون ارتقا میده به اون حالتی که بتونه تمام امور رو در دست بگیره. منتها این یه دوره‌ای طول میکشه. در این دوره بخشی از این وجه تولید که وجه توزیع نام داده مارکس، این بورژوایی باقی میمونه و بخشای دیگه تا این فرهنگ تغییر بکنه، تا این تمام به اصطلاح کارآموزی طبقه کارگر بیاموزه یا تمام مردم سر کار باشن، حقوقای مثلا 1/4 فوقش باشه، پس از یک دوره‌ای که ما در واقع این انگیزه کاهش کار رو تحقق داریم با رشد نیروهای مولده، هستش که اون شرایط ایدئال کم کم پیدا میشه که ما رو به سوسیالیسم برسونه. بنابراین در این دوران اولیه، این دوران هم ممکنه به درازا بکشه به دلیل پس از کسب قدرت، به دلیل اینکه ما در واقع تا در سطح کشورهای صنعتی بزرگ انقلاب‌های سوسیالیستی سازمان ندیم، در واقع به اون نهایت رشد نیروهای مولده نخواهیم رسید. حتی اگر در یک کشور مثل آمریکا هم انقلاب سوسیالیستی بشه، باز تو اون کشور هم یه چیز 40-50 سال شاید طول بکشه به اون مرحله سوسیالیسم برسه که صحبت میکنیم. به هر حال این مسئله سوسیالیسم یک پدیده بین المللی خواهد بود، یعنی ما در واقع هم خودمون رو نگه بخواهیم داشت برای دوره این دوران طی میکنیم، همین که تسریع میکنیم انقلابا در سراسر جهان رو. انقلاب اکتبر وقتی رخ داد مثل زمین لرزه تمام جهان رو ترکوند، از در واقع به حرکت در آورد. کارگران اعتصاب کردن در حمایت از کارگران انقلاب روسیه و کارگران روسیه و به همین علت بود، توجه بکنید، به همین علت بود چرچیل در واقع، این شخص نابخرد، کاملا راسیست و نژاد پرست، بر این عقیده اومد که اگر این لنین اومد به صحبت از این میکرد، خاطراتش چاپ کرد در کتابی که خاطراتش گفته، میگه من نظرم این بود که این لنین مثل یه سم میمونه، وقتی انداخته میشه این در یک رودخانه همه رو مسموم میکنه، اینو باید از میان برداشت. دلیلش روشن بود، میگفت یعنی این مفهوم که انقلاب پیروز بشه در روسیه، سراسر جهان در واقع انقلاب سوسیالیستی خواهد شد. اینو میدید. برای همین بسیج که 14 کشور امپریالیستی رو حمله نظامی کردن، 1.3 میلیون نفر از مردم بیگناه روسیه رو کشتن اونجا. مواد شیمیایی برای اولین بار قبل از صدام حسین در حلبچه، چرچیل مواد شیمیایی در شمال روسیه به کار گرفت. بنابراین اینا واهمه دارن در واقع، و از این لحاظ هست که انقلاب پیروزمند در داخل ایران میتونه چنین عکس العملی در سراسر جهان بگذاره. چه بسا ممکنه انقلاب‌های بسیاری به دنبال این رخ بده و این به اصطلاح به عهده ما خواهد بود. و لنین هم این صحبت میکنه انقلاب‌ها معمولا ضعیف‌ترین حلقه ها آغاز میشه. حلقه ضعیف جهان به نظر من، اینو بارها
چندین سال در تجمع‌ها و بحث‌های با رفقای بین‌المللی می‌کردم، حالا بعضی‌ها میخندیدن به من که صحبت از این کردم که اتفاقا اون ضعیف‌ترین حلقه الان برای انقلاب سوسیالیستی ایرانه و دقیقاً هم الان نشون داده شد. ایران تجربه به اصطلاح سرنگونی دولت سرمایه‌داری متکی به امپریالیسم داره. ایران کارگراش بسیار آگاه هستن، روشنفکراشو میبینیم دیگه، یعنی در واقع به این شکل قهرمانانه دارن مبارزه میکنن. یعنی ما لایق یک انقلاب سوسیالیستی هستیم به شرطی که ستاد رهبریمونو بسازیم، به شرطی که از شیوه بولشویکی استفاده بکنیم، تجربه تاریخی رو استفاده بکنیم برای زمین ریزی انقلاب سوسیالیستی که آغاز انقلاب سوسیالیستی در جهان میتونه باشه. سپاسگزارم رفیق مازیار. به این جای بحث میرسیم پس که همه میشه گفت به عام، یعنی عموما خیلی از حتی کارشناسایی که تو حوزه سرمایه‌داری فعال هستن اونا هم اذعان میکنن به اینکه هر تغییری در ایران صورت که میگیره رو کل منطقه خاورمیانه اثر داره. شما چقدر بستر رو تو ایران فراهم میبینید برای یک انقلاب سوسیالیستی از لحاظ الگوی سرمایه‌داریش؟ اگه بخوایم نگاه بکنیم با الگوهای سرمایه‌داری کشورهای امپریالیستی کاملا متفاوته. اینجا بیشتر شبیه مافیاهایی هستن که سرمایه هاشون رو عموما داخل هم سرمایه گذاری نمی کنن یا مثلا جاهای دیگه، اکثرا میدن به ویلا و برج و تو کشورهای دیگه یا سهام فلان کارخانه آبجوسازی. همین آدمایی که ظاهرا اسلامی هم هستن، مذهب تشیع اثناعشری هم دارن، به امام زمان هم معتقدن، میبینیم مثلا میره همچین جایی هم سرمایه گذاری میکنه، نمیاد داخل، در حالی که تو دنیای سرمایه داری درسته طرفدار سود بیشتر هم هست، ولی بخشی از این سودی که داره میاره دوباره تو بخش تولید، یعنی گسترش میده حوزه کارشو. اما با توجه به این وضعیتی که الان تو ایران حاکمه، وضعیت اقتصادیش، بسیاری از کارگاه‌ها تعطیله یا رو به تعطیل یا با حداقل توان تولیدشون دارن کار میکنن، چقدر بستر رو فراهم میبینید برای یک انقلاب سوسیالیستی تو ایران؟ بسیار خوب. ببینید از لحاظ عینی به نظر من انقلاب سوسیالیستی در دستور کار ما قرار گرفته و قابل تحقق در داخل ایران هم تو که اشاره کردم. یعنی این میتونه در واقع این حلقه ضعیف زنجیر باشه که گسست بکنه در داخل ایران و به سراسر ایران، سراسر جهان در واقع بتونه گسترش پیدا کنه. حالا یه نکته فقط در مورد سرمایه‌داری ایران میخواستم صحبت بکنم که برای درکمون از شرایط ایران قابل استفاده خواهد بود و اونم اینه که ایران و تمام کشورهای به اصطلاح جهان سوم امروزه اینها دارای یک نظام سرمایه‌داری هستن، اما یه تفاوت اساسی دارن با سرمایه‌داری کشورهای پیشرفته و اونم اینه که در کشورهای پیشرفته اروپا مشخصاً بورژوازی بر اساس مبارزات ضد سرمایه‌داری جایگاهی ایجاد کرد، توده ها رو بسیج کرد، انقلاب به اصطلاح ضد اشرافیت و فئودالی سازمان داد. خیلی هاشون هم کشته شدن در این راه. طبقه سومی بودن مثلا در فرانسه که از میان به اصطلاح کارگران و رعیت‌ها و غیره و همچنین بخش‌های مختلفی از بورژوازی اومده بودن در مراکز این شهر، شروع به تجارت کردن و انواع اقسام پیشرفت‌هایی رو دامن زدن و این بحث مارکس در واقع در اینجا خیلی صادق هست که وقتی نیروهای مولده میخواد جلو بره و اون مناسبات تولیدی نیروی بازدارنده هستن، اجازه نمیدن که کارها پیش بره. مثلا فئودالیسم اجازه نمیداد بازار ملی به وجود بیاد یا ارتباطات بین‌المللی، تجارت بین‌المللی صورت بگیره. در نتیجه این نیروهای مولده در واقع اون مناسبات رو باید از میان بردارن. این تناقضی که ایجاد میشه که انقلاب‌ها صورت میگیره این چنین هست. حالا بورژوازی در واقع بر اساس این مبارزه به قدرت رسید، مبارزه برای دموکراسی، برای حقوق مثلا عام، مجلس، مطبوعات آزاد و غیره، که دموکراسی که ما امروز میبینیم هرچند سوری هستش اما در مقابل اون
اتفاقاتی که زمان فئودالیسم و اشرافیت میافتاد به مراتب جلوتره. برای همین هست که در مانیفست مارکس صحبت از این میکنه که در اون زمان بورژوازی یک به اصطلاح بخشای حرکت‌های ترقی خواهانه انجام داد، بعد مزمحل شد. بنابراین مسئله‌ای که هست اینه که این بورژوازی وقتی این صنایع رو الان در دست داره و همچنین پیشرفتایی کرده، متکی به یک انقلاب بورژوا دموکراتیک، یعنی از این سابقه میاد بیرون. در داخل ایران و تمام کشورهای جهان سوم ما چنین بورژوازی نداشتیم هیچ وقت. این بورژوازی یک به اصطلاح تحمیلی هستش توسط امپریالیسم به این کشورها. مثلا در دوران ما اواخر دوران صفویه در واقع آغاز شد، به تدریج نفوذ امپریالیسم زیاد شد. اینا اجازه نمیدادن این کشورهای امپریالیستی کشورهای دیگه به همون شکلی که اینا پیشرفت کردن، رشد کردن ایجاد بشه. اینا رفتن قرن 15 تا 17 سراسر جهان را غارت کردن. این اولا. و الان موزه مثلا بریتانیا شما برید، موزه لوور در فرانسه برید، میبینید چه چیزایی از ایران آوردن، از افغانستان، از هندوستان، چه غارت‌هایی اینا کردن تا تونستن صنعتی بشن. یعنی در واقع این صنعتی شدنشون هم با وجود اون انقلاب خیلی مهمی که انجام دادن، متکی به غارت، به دزدی، به کشتار توده‌های خیلی وسیع از آمریکا گرفته تا سراسر جهان. بنابراین این انباشت اولیه سرمایه تسریع پیدا کرد به انباشت به اصطلاح پیشرفته سرمایه‌داری توسط این به اصطلاح تهاجم غارتگونه‌ای که در اون زمان انجام دادن بین دو قرن. پس از اون مجددا یک سلسله مشکلاتی پیدا کردن در ارتباط با فروش مثلا نساجی‌هایی که تو منچستر بود و غیره. مثلا محصولات نساجی رو می‌خواستن، حالا اشباع شده بود در جامعه خودشون، می‌خواستن اینا رو به فروش برسونن. باز دوباره یک تهاجم دیگه‌ای کردن به این کشورها از جمله هندوستان. یعنی تمام این ماشین‌آلات اولیه اینا رو تخریب کردن برای اینکه این مثلا نساجی‌ها این مثلا محصولات خودشون رو به سراسر جهان به فروش برسونن. بار سوم دوران کلاسیک امپریالیسم هستش. دوران کلاسیک امپریالیسم در واقع اینا سرمایه اشباع شده بود در این جوامع و مجبور شدن سرمایه ها رو ببرن در این کشورها و بازار رو در واقع به دست خودشون در این کشورها بگیرن و در دوران رضا شاه و غیره ما شاهد این دوران هستیم. اما در پس از جنگ دوم جهانی اتفاقی افتاد، یه مقدار تغییرات اساسی در امپریالیسم به وجود اومد که این متاسفانه یک بخشی هستش که اصولاً اپوزیسیون چپ ما اصولاً توجه زیادی بهش نمیکنه. این دوران پسین سرمایه‌داری نام گرفته که اصولاً تکنولوژی دیگه مراحل مختلفی طی نمیشه. یعنی اول اینا اومدن ماشین بخار کشف کردن، بعد از تهاجم دوم اومدن صنایع الکتریسیتی، در واقع الکتریسیتی و غیره تکامل دادن غیره. این بار دیگه تکنولوژی به اصطلاح دائمی نام گرفته. یعنی ما میبینیم هر روز یه چیزی، یک به اصطلاح فرآورده‌ای یا کشف میکنن و تلفن موبایل، بعد موبایل هم دوربین دار میشه، بعد این اضافه میکنن، اما با اقسام پیچیدگی های ایجاد کردن که این تداوم پیدا کنه. حالا در این شرایط اتفاقی که میفته در ارتباط با ایران مسئله دوران شاه هستش در واقع و اصولا ظهور خمینی هم متکی به این اتفاق که امپریالیسم انجام داد. یعنی اینا وارد این اصلاحات ارضی شدن. اصلاحات ارضی یه پروژه خود آمریکا بود از طریق یک کمپانی به نام کمپانی فورد. این کمپانی فورد به سراسر جهان سفر میکرد، در خیلی از کشورها چیز اصلاحات ارضی مشابهی رخ داد و زمینه‌های اولیه برای سرمایه‌داری رو ایجاد میکرد و همچنین بازار یک سرمایه‌دارهای به اصطلاح مختلفی هم مثل برخوردها در ایران، اینا وام‌های بانکی آمریکایی و اروپایی به اینا میدادن، اینا رو پولدار میکردن، ثروتمند میکردن که بعد اون وقت کارخونه‌های ایجاد کنن. اصلاحات ارضی نقشش دقیقاً این بود که رها کنه 60% از دهقانا رو که بیان در داخل شهرها در واقع کارگر بشن. و این اصلاحات در واقع به این ترتیب صورت گرفت و از این لحاظ هم محدود کرد نقش روحانیت و تجار رو
با به اصطلاح مالیات‌های گمرکی سنگین بستن که نرم مثلا چین واردات بکنن و غیره، متکی بشن به این بازاری که امپریز داره ایجاد میکنه در این کشور. زیر زمینه‌های به اصطلاح اقتصادیشو، قطار و جاده و غیره، اینا رو همه رو انجام دادن تحت لوای اصلاحات ارضی. اما مسئله‌ای که بود در این کشورها مثل کشور ما، این اصلاحات ارضی هم در واقع یک هدف مشخصی داشت برای اینکه مسائل در واقع خود امپریسم حل بکنه. اینا بنجل‌هایی که رو دستشون مونده بود، اشباع شده بود، مثل ماشینالات و غیره، آوردن کشورهای نظیر ما. اما مسئله مهمتر اینه که هیچ وقت اجازه تولید وسایل تولیدی به ما و سایر جهان ندادن. یعنی در واقع در دوران شاه ما شاهد این بودیم که تولید وسایل مصرفی صورت می‌گرفت در جامعه. یعنی در واقع ما شاهد هستیم که کارخونه‌های اینا آوردن تأسیس کردن که مثلا کفش تولید میکنه، زیر شلوار تولید میکنه، بعد اون ماشین اتومبیل و غیره هم که اسم ماشینا رو هم به اسم خودشون ایرانی گذاشتن که ما کشف کردیم و ماشین هم تولید میکنیم، کاملا بی ارتباط بود، چون موتورهای ماشین از خارج باز وارد میشه، از انگلستان و فرانسه و آمریکا و غیره وارد میشه. اینا فقط حلبی دور ماشین میساختن. بنابراین مسئله‌ای که هست اینه که اتفاق افتاد اینه که وسایل تولیدی محدود باقی موند، اصولا صورت نگرفت. وسایل مصرفی هم بازار محدود داره. یعنی این وسایل مصرفی که در ایران با نیروی کار ارزون تولید میکردن، مثلا یخچال ارج، مثلا فرض کن بخاری ارج و غیره، خب بازار ایران فقط فروش میرفت. بازار ایرانی نمیتونستن مثلا بفرستن چین، چون نمیتونستن رقابت کنن. مخارج زیادی هنگفتی در راستای این تولیدات ایجاد شده بود. این بازار وسایل تولیدی معمولا اشباع میرسه به زودی و در دوران شاه ما اینو دیدیم. یعنی دقیقاً دلیلی که شاه در واقع در مقابل این تهاجم توده‌های میلیونی اومد به دلیل بحران اقتصادی بود، چون توده‌های خیلی وسیعی که از دهات آورده بودن چند دو سه دهه اینا رو استخدام کردن و پس از اون بازار اشباع شد و اینا بیکار شدن، رفتن حلبی آبادها و این پایه اجتماعی به اصطلاح فقرای شهری از این ناشی میشه. کارگرایی بودن که پرتاب شدن به این مرحله و بحران عمیق شاه هم دقیقاً در این نهفته بود. این پروژه امپریستی رو اعمال کرد. این برای اینا هم تمدن بزرگ این کارا رو نکرد، خودشون هم حالیش نبوده. 300 تا مشاور CIA به طور دائمی بالا سرش بودن، بهش میگفتن چی کار بکنه چی کار نکنه. همین بنیاد فورد پشت سر همین ماجرای اصلاحات ارضی بود. بعد از اونم بهش گفتن آقا برو دیگه، الان انقلاب ممکنه انقلاب سوسیالیستی بشه. نفر بعدی رو از روحانیت و آقای خمینی رو آوردن. خمینی و بازارم به این علت مخالف شاه شدن که دقیقاً محدود شد قدرتشون به دلیل همین پروژه امپریستی و از این لحاظ ضد امپریست شدن. خود همین خمینی و دار دسته آخونده از نوکران امپریست بودن، اصولا خدمتکار امپریست بودن برای 300 سال. حالا چطور ممکنه یهو ضد امپریست شده باشن؟ ضد امپریست شدنشون در واقع به این علت بود که اینها هل داده بودن عقب و اینها رو از مراکز قدرت سلب کردن و بازار هم در واقع گمرکات بردن بالا که اینا نتونن مبادله بکنن. اینها رو در اپوزیسیون به اصطلاح شاه قرار گرفتن و اینا رو تو ترشی خوابوندن، همینطور که الان مجاهدین رو میخوابونن تو ترشی، سلطنت طلبا رو میخوابونن، سوسیال دموکرات رو میخوابونن. مرحله‌ای که کار از کار گذشت، یکی از اینا رو میخوام وارد ایران بکنن و دوباره تحمیق کنن تو داره برای 30-40 سال بعد. بنابراین مسئله‌ای که اتفاق افتاد تو این جوامع اصولاً جوامعی نیستش که تولید وسایل تولید صورت بگیره. اینا اجازه داده نمیشه. 10 کشور فقط در سراسر جهان هستن. حالا چین و روسیه هم وارد این ماجرا شدن، ولی اینها در واقع تمام منابع جهان در انحصار این منابع صنعتی جهان در انحصار اینا هستش. بنابراین بحران سرمایه‌داری در داخل ایران، این چیزایی که شما اشاره کردید به درستی، اینا در ذات این برجوازی ترقیخواه و پیشرونده و اینکه بیاد حالا صنایع رو جلو ببره نخواهد بود. همیشه زمان شاه این اتفاق افتاد، زمان
خمینی و خامنه‌ای هم اتفاق افتاد. اگر اینا هم بیافتن، رضا پهلوی و دار دستان بیان، همین اتفاق بعد از 15 سال خواهد افتاد. یعنی اینا در واقع بحران ساختاری دارن، این نوع سرمایه‌داری که از بالا تحمیل شده. در نتیجه پیشنهاد ما اینه به بسیاری از طبقه متوسط حتی در داخل ایران و همچنین روشنفکرها که دنبال این داستانهای رضا پهلوی و دار دسته نیفتن، اینها جوابگو نخواهند بود، همه اینا هم دوباره بیکار میشن. تنها راه این که ما بتونیم وارد صنعتی شدن بشیم و نهایتا گسست بکنیم از این ماجراهای بحران ساختاری اینه که انقلاب سوسیالیستی صورت بگیره در داخل ایران و در رأس اینم طبقه کارگر به حاکمیت برسه. جوانانی که حالا به ترتیبی فریب این تبلیغات بین‌المللی رادیو تلویزیون های 24 ساعته خوردن در داخل ایران، جاهای دیگه، باید واقف باشن به این امر که راه حل این نیستش. راه حل این نیستش که فقط اسلام سیاسی از میان برداشته بشه. خیلی اسلام سیاسی متکی به یک نظام سرمایه‌داری و در واقع حقوق دموکراتیک و هیچ جریانی، این دقیقا همین اتفاق افتاد دیگه. میبینیم زمان رضا شاه، زمان خمینی و خامنه‌ای در مورد مسئله ملی اینا یک پاسخ فقط دارن، برای اینکه اینا رو صنعتی بکنن و اینا رو در واقع ادغام بکنن در کل جامعه، سرکوب کردن، از میان برمی‌دارن. همین الان هم داریم میبینیم دقیقاً مسئله ملی رو که بورژوازی قرن 15 و 16 حل کرد در جامعه خودش یا اقداماتی کرد، اینا نمیتونن حل بکنن. مسئله زنان نمیتونن حل بکنن، مسئله تمام اقشار تحت ستم رو نمیتونن حل بکنن، مسئله طبقه کارگر هم نمیتونن حل کنن. حالا با هر ظاهری که اینا بیان بیرون، یعنی با تاج شاهنشاهی، عمامه آخوندی یا آقای شاپو به سر کرواتی آقای رضا پهلوی، فرقی نمیکنه. سرمایه‌داری در داخل ایران در واقع یک سرمایه‌داری کاملا وابسته است. اهل فساد، میگه زمان شاه فساد کم بود، اون موقع 1000 خانواده بودن، الان هم 500 خانواده شدن. تمام انحصار تمام منابع در دست خودشون دارن و برخی از منابع هم پخش میکنن به سپاه پاسداران و فرمانده ها و غیره، اینا هم پولدار کردن که بیان ازشون حمایت کنن و این کارهایی که مزدوران میبینیم در خیابانا میکنن متکی به این نوع کارها. بنابراین در یه همچین شرایطی ما هیچ نوع وضعیتی که سرمایه‌داری یک اصطلاح قدم‌هایی میخواد برداره یا مثلا فعالیت‌هایی میخواد بکنه و غیره نخواهیم. همه اینطوری، یعنی دزد و کلاش و کلاهبردار زمان شاه هم بودن، الان هم همینطور هستن. بنابراین جای تعجبی نداره، فقط یک راه در مقابل ما هستش و اونم دقیقاً انقلاب سوسیالیستی است. سپاسگزارم رفیق مازیار گرامی. مسئله اینجاست، به خوبی توضیح دادید دقیقاً از کجا شروع شده به کجا رسیده. اما با همین وضعیتی که الان درش هستیم، طبقه کارگر آیا این زمینه براش فراهمه یا باید فراهم کرد و چه کارهای دیگه میشه انجام داد که به این سمت و سو ما سوق داده بشیم یا بریم؟ به قول شما خب جوونا الان هستن، تو صحنه هستن، مبارزه میکنن، شاید عموما همگی هم سوسیالیسم نباشن، اما بخش اعظمشون که معترض هستن از خانواده‌های ضعیفی هستن. برای نمونه مثلا امروز ما خبری داشتیم که خانواده از شیراز، مادری که خودش ضایعات جمع میکنه تا کمر تو سطل زباله خم میشه، مادر پیری که 3 تا فرزند داره، شوهرش فوت کرده و پسر نوناور خانواده‌ش هم 17 سالشه، از تحصیل وامونده. این پسر بیچاره مثلا گرفتنش، الان حکم محاربه زدن بهش به خاطر اینکه رفته رفیقش که دسته بسیجی بوده 1-2 تا مشت زده به یارو بسیجی تا رفیقش رو آزاد کنه. اکثرا از همین قشر هستن تو جامعه. اینا رو چجوری میشه سازمان داد آقای رازی که بتونیم به اون سمت بریم؟ بالاخره تنها تو کارخونه که نیست، تنها تو فلان شرکت که نیست، بخش عظیمی از جامعه، خیلی از کارگرایی که بیکار شدن به قول فرمایشات شما به خاطر همون معضلات دنیای سرمایه‌داری، اینا اومدن تو همین حاشیه‌های شهرها زندگی میکنن، فرزندان همینا هستن، حالا پدر دستفروش کارگر ساختمانی فصلیه، ولی فرزندان اینا هستن یا خودشون هستن میان تو صحنه، چیزی برای از دست دادن ندارن. این زمینه رو مهیاتر نمیکنه
فقط کمتر از تو 3 دقیقه اگه بشه جواب کوتاهی بدی ممنون میشم. بسیار خوب. من ابراز همدردی مثل شما میکنم با تمام کسانی که هزینه پرداخت کردن و این مقاومتون و این قهرمانی جوانان به خصوص قابل تقدیره و این پایه های اولیه‌ایه که انقلاب در واقع فراهم میکنه. اما همونطور که اشاره کردم مسئله‌ای که هست اینه که ما امروز مسئله اصلیمون این هستش که این هسته ها را به تکامل بدیم. لنین یه بحث خیلی خوبی میکنه با رفقاش که مثلا 500 تا 600 تا هسته ساخته بودن اون زمان، میگفت این کافی نیست و هزارها صدها هزار هسته ما در سراسر جامعه داشته باشیم. این هسته ها یک هماهنگی بین خودشون انجام میدن و این هماهنگی از طریق نشریه‌ای که اشاره کردم امکان پذیر هستش و ما در کمیته اقدام کارگری بدون اینکه چشم داشتی داشته باشیم حاضریم تمام تجارب در 12 سال خودمون رو در اختیار این رفقایی که هسته ها رو تشکیل میدن بدیم و الان هم دادیم و بسیاری از هسته ها شکل گرفته در سراسر ایران. منتها خب محدود کافی نیست، باید این خیلی بیشتر بشه. اما در ارتباط با دفاع از خود این هم یه نکته خیلی مهمی هستش که این اتفاقاتی که میفته در داخل ایران به نظر ما قابل تقدیره و باید کاملا ازش دفاع بکنیم. هر عملی، هر اقدامی، هر کسی در جامعه میکنه علیه این رژیم در واقع جایز هستش، اما مسئله‌ای که هست اینه که اینها باید سازمان یافته باشن. یعنی در واقع مثلا فرض کنم من شاهدم که الان مثلا یکی دو تا از این مبارزین رو گرفتن اعدام کردن و غیره به دلیل کارهایی که کردن. کارهاشون به نظر من هیچ مشکلی نیستش، یعنی یه مزدوری که میاد تهاجم نظامی میکنه ما باید از خود دفاع کنیم و هر ابزاری که در دست داریم، ولی به شرطی که این سازمان یافته باشه. این هسته های در واقع دفاع از خود میتونه الان شکل بگیره برای اینکه، ولی خب باید ببینید تمام ابزار رو اینا گفتم یه مقداری زیادی تحقیق کردیم راجع به چگونگی فعالیت‌های این هسته‌ها در داخل ایران، اینا رو در اختیار این رفقا میتونیم قرار بدیم. مثلا فرض کنید در شرایطی که ما قرار یک مزدور رو حتی به قتل برسونیم یا اتفاقی بلایی سرش بیاریم، خب همین این کارم میشه از طریق به شکل مخفیانه انجام بگیره و ردیابی بکنیم کجاست، خونش کجاست، راههای مختلف رو پیدا کنیم که مزدوران رو به این ترتیب تأدیب بکنیم و در واقع اینها رو بترسونیم از نیروی قویی که توده ها در دست دارن. یعنی همینطوری تهاجم بردن به شکل خودانگیخته، خب اینا درست نیستش دیگه، باها پرداخت میکنیم. در واقع پیشنهاد ما به تمام کسانی که در داخل ایران هستن صرف نظر از اختلافات نظری که داریم اینه که به سبک اصطلاح تجارب تاریخی که ما داریم این هسته ها رو شکل بدن، در درون خودشون بحث کنن، تدارک ببینن و بعد وارد عمل بشن بدون که هزینه ای پرداخت کنن. مسئله سر اینه، یک هنر انقلابی در کشورهای نظیر ما دقیقاً اینه، بیشترین ضربه رو وارد بکنیم و کمترین هزینه رو پرداخت کنیم. هنر ما اینه که زنده بمونیم، بتونیم ادامه بدیم مبارزاتو و لازمه این کارها در واقع ساختن این هسته های مخفی هستش. برای همین هم تأکید الان سالهاست ما در 12 سال داریم این موضوع رو مطرح میکنیم، منتها خب توجه زیادی بهش نشده. حالا من منظورم جوانان در داخل ایران نیست، منتها احزاب سیاسی که صحبت کردیم قرار شد بحث بکنیم و پیشنهاد دادیم که بشینیم با هم دیگه در واقع همراه با هم در اتحاد با هم دیگه فعالیت‌های عملی مشترک انجام بدیم مثل اتحاد عملا و بحث‌های سیاسی اون مثل امشب باز کنیم بین خودمون، بین تمام این رهبرانی که حالا به هر حال مقالاتی مطالعاتی کردن و بحث دارن، حضوری به شکل زنده بذارید توده ها ببینن، بشنون، مستقیم خودشون وارد به اصطلاح تشخیص و جهتگیری بشن دیگه. یعنی ما حتما رفیق مازیار گرامی متاسفانه من تمام امیدوارم بتونیم این بحث هم یه روزی ادامه بدیم، ولی حتما کمیته اقدام کارگری هستش، سایت داره و غیره، رفقایی که مایلم در این امور فعالیت کنن میتونن ارتباط بگیرم و هر کمکی دستمون برمیاد حتما خوشحالم میشیم. هدف ما هم همینه، میخوایم یه اتحاد عمل بسیار قوی تشکیل بدیم. اگه بخوایم واقعا جامعه به سمت سوسیالیسم و انقلاب سوسیالیستی پیش بره، این ملزومشه، این لازمشه و باید این همکاری ها صورت بگیره، از تجربیات همدیگه حد اکثر استفاده رو بکنیم. همیشه از قدیم هم گفتن که همیشه چند تا فکر متفاوت از یه فکر بهتره، یعنی میشه با هم کار کرد، میشه کارهای مشترک بسیار قوی انجام داد و جامعه الان نیازمند یاری ما هستش، چون احزاب بورژوازی به شدت فعال هستن، امکاناتشو دارن، امکانات مالی
مادی همه چی رو دارن. ما باید همین زمینه رو بچینیم برای پیروزی در آینده. بسیار سپاسگزارم از حضور پربارتون در این برنامه. خیلی خوشحال شدیم. رفیق مازیار رازی، تا برنامه دیگر و لایو دیگری همیشه سلامت و سربلند باشید. بینندگان گرامی تلویزیون حزب کمونیست ایران، بسیار خرسند شدیم که تا این لحظه با ما بودید. شب و روزهای بسیار خوبی برای همه شما عزیزان آرزومندیم. هی جانیان، خون از دل ما میخوری، قد میکشی اما چه سود، طوفان بیاید قامت بیریشه ها خواهد شکست. با خون فرزند خودم در کوچه ها خواهم نوشت، دستی اگر بر ما زنید دست شما خواهد شکست. هی دار میزنید و جار میزنید و دار میزنید